خیلی از ما توی زندگیمون شکست عشقی میخوریم، اما امروز داستان مردی رو میخوام براتون تعریف کنم که وقتی شکست عشقی میخوره طاقت نمیاره و از اون روستا برای همیشه میره و تبدیل به کثیف‌ترین مرد جهان میشه. با ما همراه باشید. سلام بچه، حالتون چطوره؟ مستر فکت هستم. امروز داستان خفن براتون آوردم، تا آخر ویدیو همراه ما باشید. داستان امروز ما درباره عمو حاجیه که در روستای دژگاه در استان فارس زندگی میکرده. عمو حاجی داستان ما بیش از 60 ساله که حموم نرفته و دلیلش این بوده که میترسیده مریض بشه. یه بارم مردای روستا سعی میکنن که عمو حاجی رو حموم ببرن، اما عمو حاجی میترسه و فرار میکنه. اما مشکل عمو حاجی فقط حموم رفتن نبوده، مشکل عمو حاجی با هر گونه آب تمیزی بوده. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان، اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، منتظر کامنت های قشنگتون هستم. همونطور که گفتم عمو حاجی کلا با هر گونه آب تمیزی مشکل داشته، حتی میخواسته آبم بخوره میریختش توی قوطی حلبی کثیف رو میخورده. غذاش هم به همین شکل بوده. عمو حاجی توی کل زندگیش یک دست لباس داشته و درون یک حفره زندگی میکرده و اهالی روستا برای عمو حاجی یه اتاق درست میکرد که زمستونها اونجا زندگی کنه. عمو حاجی از یه کلاه جنگی برای در امان ماندن از برف و باران در زمستان استفاده میکرده. یکی از عادتهای برگریزونی که عمو حاجی داشته این بوده که مدفوع حیوانات رو داخل پیپ بزرگش میریخته و میکشیده. خب یه سری از داستانهایی که از قدیم بوده میگن که عمو حاجی وقتی جوان بوده شکست عشقی میخوره و اوضاع الانش هم به همین دلیله. عمو حاجی با این حال میگفته که اگر کسی پیدا شه با شرایط من بتونه زندگی کنه، من با اون ازدواج میکنم. سرانجام عمو حاجی چند هفته پیش در سن 94 سالگی از دنیا میره و لقب کثیف‌ترین مرد جهان رو به خود اختصاص میده. روحش شاد. امیدوارم که از داستان امروز لذت برده باشید. تا داستان دیگه، خدا نگهدار.